سلام. شکار عکس روح دختر جوان میان تصویر دست جمعی. تصویری که مشاهده می‌کنید یک عکس دست جمعی زیبا، قدیمی و خاطره انگیز است. 29 نفر در آن دیده می‌شوند، اما بخشی از این عکس غیر طبیعی است و اگر فرد ریزبینی باشید توجهتان را به خود جذب می‌کند. دقت کنید. برای لحظاتی کوتاه به این عکس نگاه کنید. ابتدا همه چیز کاملا طبیعی به نظر می رسد، اما با کمی دقت شاید شما هم متوجه چیز غیرعادی شوید. عکسی که 29 نفر در آن حضور دارند، اما 30 چهره و صورت دیده می شود. الان در این عکس به دنبال چه هستید؟ بیشتر دقت کنید. این تصویر متعلق به گروهی از دوستانی است که بعد از سفر تفریحی به منطقه‌ای در لیورپول گرفته شده است. کیفیت تصویر قدیمی بودن آن را ثابت می‌کند، ولی به تازگی راز آن کشف شده است. تمام افرادی که در این عکس حضور دارند هیچ وقت متوجه وجود فردی غریبه در میان خود نشدند، اما فیلیپ بارون 45 ساله آن را کشف کرد. جوانی که بین دو پیرزن خود را جا کرده است و مستقیم به دوربین نگاه می کند، به طوری که او هم قرار بوده است در عکس باشد.